خب بریم سراغ اولین استراتژی که وین ریت بالای 90% داره و فوق العاده، چه بچهای کم ریسک هستین چه بچهای پر ریسک میتونید از این استراتژی خفن استفاده کنین. تعداد سیگنال های زیادی در روز نمیده، اما همون تعداد کمی هم که بهتون میده باعث میشه بیش از 500,000 الی 1,000,000 در روز رو بتونین به راحتی سود به دست بیارین و با یک اطمینان قلبی بتونین معامله کنین. اولین موردی که میخوام بهتون بگم مربوط به بچهای مبتدی میشه، کسایی که تا حالا فعالیتی در بازارهای مالی، حالا مخصوصا بازار طلای آب شده نداشتن. و اسم وبسایتی که کار میکنیم وبسایت فراز چارت هستش که ما قرار تمامی این تکنیک ها رو بهتون در وبسایت فراز چارت آموزش بدیم که اسم وبسایت تحلیلی ما هستش. وبسایتی که باهاش معامله میکنیم فراز گلده که دوستانی که نه وبسایت فراز چارت نه وبسایت فراز گلد رو ندارن میتونن به ادمین های ما چه در ایتا، تلگرام، روبیکا یا اینستا، هر کدوم از این پلتفرم ها رو داریم، میتونین بهشون پیام بدین، کامل و جامع هم براتون لینک فراز گلد رو بفرستن که اگر از سمت آکادمی طلا 24 ثبت نام انجام بدین 500,000 تومان پاداش هم دریافت میکنین بلافاصله که در انجام معاملاتتون یک پوان مثبته. برای دوستانم که فراز چارت رو ندارن، خب اشتراک یک روز هدیه رایگان رو دریافت میکنن به همراه 25% تخفیف که بخوام به راحتی این اشتراک رو داشته باشن و سودهای خیلی خیلی خفنی از این وبسایت ها به دست بیارن ان شاءالله به امید خدا. خب بریم سراغ توضیحات بعدی. تایم فریم یا بازه زمانی که اینجا براتون مشخص کردم در بازه زمانی 5 دقیقه است. شما یعنی اولین کاری که میکنین وبسایت فراز چارت رو باز میکنین، در قسمت تایم فریم هایی که این بالای صفحه من براتون مشخص کردم این قسمت عدد 5 رو انتخاب میکنید از این گزینه کنار و عدد 5 رو که انتخاب کردین به راحتی این گزینه 5 رو نیازه که کلیک کنین. مورد بعدی وین ریت این استراتژیه که روی 90% تنظیم شده که فوق العاده باعث میشه درصد سودتون بره بالا و یک سود حداقلی رو بتونید به دست بیارین با امید خدا. خب بریم سراغ توضیحات کلیش. اولین کاری که باید در وبسایت فراز چارت انجام بدین، شما از قسمت ایندیکیتورز کلیک میکنین. ما به دو تا ابزار کار داریم. اولین مورد اسم اندیکاتوری که باش کار داریم هالف ترنده که این قسمت رو میزنیم. گزینه بعدی سوپر ترنده که این گزینه رو بازم میزنیم. از گزینه سوم انتخابش میکنیم. یه سری تنظیمات داره که الان با هم دیگه گام به گام میریم جلو. فقط یه سری نکات خیلی خیلی مهمی رو قرار بهتون آموزش بدم. خیلی نیازه و خیلی مبرمه که این مراحلی که بهتون میگم رو هم در وبسایت دمو معاملاتی فراز گلد هم در وبسایت فراز چارت این تکرار تمرین رو انجام بدین که به اصطلاح بهش میگن بک تست و فوروارد تست که اون وین ریت یا به اصطلاح اون درصد برد کامل رو به دست بیاریم. اولین نکته هالف ترند رو باز میکنیم از قسمت ستینگ یا همون تنظیمات. گزینه بعدی قسمت اینپوتسه. عدد اینپوتسش روی دو تنظیم شده که کاملا درسته و ما به تنظیماتش دست نمیزنیم. از قسمت استایلش گزینه‌ای که بهتون میگم هالف ترند، ایتیر بعدی و این دوتا گزینه بعدی باقی بمونه به حالت خودش. پس یعنی تنظیماتی که ما الان داریم دستکاری میکنیم در هالف ترند قسمت استایل و سه تا گزینه تیک اول باید حذف بشه. روی گزینه اوکی کلیک میکنیم. مورد بعدی سوپر ترنده. این قسمت هم گزینه ستینگش رو باز میکنیم. از قسمت اینپوتسش عدد 10 به روی 3 هستش، به هیچ عنوان دست نمیزنیم. بخش خود استایلم تنها کاری که نیاز انجام بدین روی هر بخشه حالا خط سبز کلیک میکنیم. این کاملا دستتون بازه. اگر با گوشی دارین کار میکنین و فضای خیلی خیلی بهتری میخواین داشته باشین رو گزینه آخر و این قسمت درصدش رو روی آخرین درجه میخواین بذارین که بتونه چشمتون به راحتی ببینین گزینه رو. و در نهایت برای گزینه قرمزم به همین شکل روی آخرین گزینه یعنی 100% و خط آخرین گزینه و بزرگترین که به راحتی بتونه قابل مشاهده باشه براتون. حالا نکاتی که بهتون میگم رو اگر مو به مو انجام بدین به راحتی یک سود فوق العاده خفنی رو میتونین به دست بیارین. اولین گام من برم براتون گزینه سوپر ترند رو براتون توضیح بدم. سوپر ترند دو تا خط به ما میده. یه خط بالایی که خط قهوه‌ای شکل هستش به جهت نزول بازار رو داره به ما نشون میده و خط بعدی سبز رنگه به معنای صعود بازار رو داره به ما نشون میده. پس اولین گزینه و اولین تاییدیه ما به اصطلاح ما دو تا تاییدیه کلا در بازه زمانی 5 دقیقه داریم که این دو تا تکنیک رو میخوام بهتون یاد بدم. پس اولین شرط ما اگر رنگش قرمز یا حالا جیگری یا هر رنگ دیگه که چشمای عزیزتون داره میبینه بود یعنی به معنای فروش و اگر سبز رنگ بود به معنای خرید هست. گزینه بعدی هالف ترند رو روشن میکنیم. هالف ترند دو تا محدوده به ما میده. یک محدوده خط
قرمز رنگ که فلش مثلثی قرمز رنگ. دوستان خیلی از بچه‌ها دیدم این قسمت رو اشتباه میگیرن. این قسمت اصلا منظور و مفهوم ما نیست. فلش مثلثی رنگ رو باید حتما ببینیم. این از اولین تاییدیش. و حالا نحوه معامله کردن که خیلی خیلی مهمه. اولین تاییدیه چی بود؟ گفتیم اگر این خط رو دیدیم که قرمز رنگ یا اون جیگری رنگ بود، به معنای ریزشه. و تاییدیه بعدی همین فلشه که یعنی همزمانی با هم رخ بده. یعنی چی؟ یه گزینه بالا وجود داره به نام ریپلای. این گزینه رو کلیک میکنیم روی هر کندلی. بچه‌ها حالا توی پرانتز اینو بهتون بگم به عنوان بک تست گیری استراتژی هستش. روی هر کندلی کلیک کنید کندل قبلی به شما نشون داده میشه که خب ما این کار رو انجام دادیم. حالا به جهت بک تست می‌بینین که ساعت 11:35 که این استراتژی حالا به اصطلاح فعال بوده، اولین اتفاق رخ داده این قسمت خط سبز ما به رنگ خط قرمز در اومده و بلافاصله یک فلش مثلثی رنگ اون بالا برای ما پیش اومده که یعنی به جهت معامله فروش برای ما فعال شد. اولین گزینه و اولین کاری که باید شما انجام بدین بلافاصله با کلوز این کندل که در بازه زمانی 5 دقیقه هستیم، یعنی بعد از گذشت 5 دقیقه فلش رو زد و تایید این دوتا مورد رو با هم داشتیم، با کلوز این کندل شما وارد معامله فروش میشین. از گزینه فراز گل در یه قسمت تعیین قیمت داریم، یه قسمت سفارش سریع که از گزینه سریع شما دکمه فروش رو میزنید. بلافاصله وقتی براتون باز میشه یه قسمت حد ضرر داریم و حد سود. حد سودتون رو میتونین بیش از 25 خط به بالا تعیین کنین و اینکه معامله رو کجا ببندی کاملا دست شماست. فقط یه نکته تو پرانتز بهتون بگم که خیلی مهمه، بچه‌ها به گونه‌ای نباشه که طمع کنین و بگین که نه دیگه مثلا من 500 600 سودم میخوام 1 تومن تو یک سیگنال سود بده. نه، میشه خیلی وقتا این اتفاق رخ میده، اما به سودهای کم قانع باشین. یعنی دیگه 400 500 سود رو دیدین دیگه بستن معامله رو بزنین و از معامله بیاین بیرون تا منتظر سیگنال بعدی باشین. ما همیشه میگیم قطره قطره وانگهی دریا شود. پس یعنی سعی میکنیم استراتژی رو با کمترین سود ممکن ببندیم که خیالمون راحت باشه. حالا اگر کسی در بینمون حرفه‌ای هستش که میتونه معاملات ریسک‌فری یا به اصطلاح کاور معاملاتی که من در تلگرام، روبیکا، ایتا، اینستا کامل توضیحش رو دادم در وبسایت طلای آب شده، کامل میتونید در اون بخش نگاه کنین و با همون برین جلوتر و بیشترین سود ممکن از این استراتژی بگیرین. اما برای کسایی که مبتدی هستن نه، 400 500 سود دیدین دیگه ببندین از این استراتژی و خروج بزنین. اولین نکته پس چی شد دوستان؟ این دو تا تاییدیه همزمان باید با هم دیگه رخ بده. یعنی چی؟ یعنی این فلشه که براتون مشخص کردم و این تغییر رنگ، یعنی خط قرمز رنگی که برای ما وجود داره و بلافاصله با کلوز این کندل وارد معامله فروش میشیم. حد ضرر یا به اصطلاح استاپمون هم 25 خط تنظیمش میکنیم. بریم چند تا با هم دیگه بک تست بگیریم. خب اینجا چه اتفاقی رخ داد؟ کلوز کندلش کندل چون قرمزه پایین ترین بدنه که برای ما بسته 406 بوده و تا نهایتا 432 هم رفته بالا که اگر این حساب کتاب کنی به 25 خط حد ضرر نرسیده و بعدش از همونجا ریزش شارپی رو داشتیم و یک سود فوق العاده عالی رو به ما تونسته بده که اگر بخوام حساب کتاب ریزش رو انجام بدم از 456 تا ناحیه 270 بچه‌ها میشه بیش از 100 خط سود، یعنی بیش از 2 میلیون در همین سیگنال به شما سود داده که ما اصلا انتظار نداریم تا آخرین لحظه سود تمام بازار برای ما باشه. ما همچنان که بهتون گفتم 400 500 سود رو ببینیم برای بچه‌هایی که اول راه هستن کفایت میکنه و از معامله میایم بیرون. بریم چند تا شرایط دیگر رو با هم بررسی کنیم و خواهشی که ازتون دارم حتما بک تست، فوروارد تست یا همون تکرار تمرین رو در وبسایت دموی معاملاتی فرازگل و وبسایت فراز چارت انجام بدین که با بالاترین وین ریت بیاین بیرون. خب بریم با هم ببینیم شرط کلی بازار رو، ببینیم آیا بازم وجود داشته. خب من این قسمت رو قطع میکنم تا شرط کلیشو با هم بررسی کنیم. خب در این قسمتی که الان وجود داره بچه‌ها ببینید همزمانی که بهتون گفتم رو باید داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی همزمان فلش رو به همراه اون خط قرمز ببینیم. یعنی اگر من خط قرمز رو نبینم به هیچ عنوان اجازه ورود به معامله فروش رو ندارم. پس اولین گام اینه که آقا من خط قرمز رو اینجا دارم میبینم خیلی قشنگ و واضح، اما فلش رو میبینم بعدش رخ داده. آیا مجاز هستم اینجا وارد بشم؟ بله، برای بچه‌ای که پر ریسکن، یعنی آقا میگه من گوشه حسابم 4 5 تومن با بالا توی حساب کاربریم شارژه، میتونی استثناءً
با یک کندل اختلاف، یعنی آقا نیومد بالا سر این ناحیه که شکست ناحیه یا به اصطلاح تغییر ناحیه رو داشتیم بزنه، در کندل بعدی فقط مجازین که بعدش وارد معامله فروش بشین که میشه این ناحیه 853 که تا ناحیه 780 ریخت، یعنی باز هم بیش از 70 خط سود که میشه 1 و 400 500 سود ناقابل. خب بریم بازم با هم ببینیم شرط کلیش رو داشته. ببینیم بچه‌ها اینجا فلش آبی رنگی که برای ما زده به جهت خرید بوده بالای این قسمته و تغییر رنگ ما، تغییر سبز رنگ ما در این ناحیه بوده، پس یعنی برای ما حائز اعتبار نیست. حتما باید همزمانی رو داشته باشیم. خیلی فوق العاده عالی. ببینید اینجا بچه‌ها یه فلش رو داریم بالا قرار داره و بلافاصله تغییر ناحیه رو داشتیم. بلافاصله با کلوزینگ کندل که چند بوده 45 067 وارد معامله فروش شدیم و تا 44 931 هم به ما سودش رو رسونده که باز هم بیش از 80 90 خط سود بوده. مجددا بچه‌ها مشاهده کنین فلش آبی رنگ و بعدش خط سبز رنگ که باز هم به ما تایید خرید رو نداده، چون همچنان که بهتون گفتم نهایتاً بچهای پوریس میتونن یک کندل بعد این ناحیه رو داشته باشن، نه اینکه فلش رو قبل این اتفاقات برای ما بزنه. فلش فروش داده، خب مهم نیست برای ما. این قسمت چی؟ دقیقاً اینجا همزمانی تغییر ناحیه و همزمانی مورد داشتیم. ناحیه ورود ما چند بوده؟ 178 تا کجا ریزش رو داشتیم؟ تا 151. 178 25 خط استاپ ما رو در این ناحیه بچه‌ها زده. باز هم داشته باشیم ادامه مسیرمون رو برای روزهای گذشتهش که مورد تایید نیستن این قسمت ها. حتما بچه‌ها بک تست و تکرار تمرین رو داشته باشین تا بیشترین وین ریت یا به اصطلاح بیشترین برد رو بتونید از این استراتژی به دست بیارین با امید خدا. خب بررسی کنیم بازم ببینیم آیا تغییر ناحیه‌ای که داشتیم تونسته به ما کمکی انجام بده که این روزم هیچی و به این صورت. خب تغییر ناحیه بعدی رو داریم در این سیگنال بچه‌ها. می‌بینین که در این ناحیه اینجا فقط برای بچهای پوریسک فعاله. این ناحیه تغییر رنگ رو ما داشتیم، یعنی شده قرمز رنگ. بعد کندل بعدیش به ما فلش مثلثی رنگ رو به ما داده که با کلوز این کندل یعنی 176 ورود تا 196 هم رفته که 20 خط بوده و بعدش یک ریزش رو داشتیم 142 و یعنی ما یه حداقل 30 خط رو تونستیم از این استراتژی به دست بیاریم. بچه‌ها استراتژی فوق العاده وین ریت بالا و درصد برد خیلی بالایی داره. حتما استفاده کنین. سیگنالاش کمه اما قطعیه، یعنی اگه یه دونه استاپ 25 خط هم بخوریم در نهایت میشه 500 ضرر، ولی مجموع برآیند روزانش به بیش از 500 تومان 1 تومن سود به شما به راحتی میده و این به راحتی که میگم محصل چندین سال تکرار و تمرین و تجربه ها بوده. امیدوارم که حسابی استفاده کنین و نوش جونتون. حتما حمایت هم فراموش نشه. انرژی قشنگتون رو واسمون بفرستین. برای استراتژی بیشتر هم حتما همچنان ما رو دنبال کنین که از این به بعد قراره هر هفته جمعه ها یه استراتژی خفنی با همراه داشته باشیم.